هنوزم توی پیج‌های مختلف دنبال هوش مصنوعی می‌گردی؟ من یه سایت پیدا کردم که با وارد شدن در این سایت شما میتونید تمام هوش مصنوعی‌ها رو به صورت یکجا و دسته‌بندی شده داشته باشید. خب ما وارد سایت میشیم و در قسمت ساین اپ ثبت نام می‌کنیم. در قسمت ساین این ویت گوگل یکی از اکانت‌های خودمون رو که به صورت پیشنهاد در سیستممون هست رو انتخاب می‌کنیم و کانتینیو رو میزنیم و کامپلیت ستاپ، سلکت آل و بر روی گزینه سیو کلیک می‌کنیم. خب ما این رو بر روی وانس دی و گزینه سیو رو میزنیم و وارد صفحه میشیم. خب ما در این قسمت میتونیم ادیت عکس رو سرچ کنیم و تمامی هوش مصنوعی های مربوط به ادیت عکس رو برای ما میاره. ببینید به این صورت ما میتونیم برای یکی از اونها به صورت پیش‌فرض کلیک کنیم و ویزیت وبسایت رو بزنیم، ثبت نام رو انجام بدیم از طریق یکی از اکانت های خودمون. میتونیم عکس خودمون رو آپلود کنیم و یکی از این آواتارها رو انتخاب کنیم و داکیومنت جنریت رو بزنیم و عکس رو به صورت آواتاری به ما تحویل میده به همین سرعت. یا در این قسمت بنویسیم چت جی پی تی، تمام هوش مصنوعی‌های چت جی پی تی رو میاره. ما برای این کلیک میکنیم، استارت چتینگ رو میزنیم و ثبت نام رو انجام میدیم. وارد این صفحه میشیم و میتونیم در قسمت مسیج چت جی پی تی بنویسیم هوش مصنوعی چیست. ببینید چقدر سریع به من جواب میده و چقدر مرتب و سئو شده. توجه بفرمایید به این صورت خیلی عالی و مرتب سئو شده به من جملات رو میده. شما هر سوالی داری میتونی از این چت جی پی تی بپرسین، به صورت نامحدود هستش. خیلی فوق العاده است. در صفحه اصلی بر روی پلاس کلیک کنید و بر روی تکست تو ایمیج قرار بدین و یک اسم رو برای فایل خودتون در نظر بگیرید، مثلا هات داگز. به این صورت در قسمت پرامپت هم میتونیم یک جمله رو به هوش مصنوعی بدیم و به ما عکسش رو تحویل بده، مثلا هات داگز fly on the sky. بر روی گزینه پریویو کلیک میکنیم و عکس رو به این صورت به ما میده. میتونیم حتی اون رو سیو کنیم به این صورت. این سایت خیلی خیلی خفنه. شما میتونین از تمامی امکانات اون استفاده کنین. تمامی هوش مصنوعی ها رو اومده دسته‌بندی کرده. خیلی خیلی کاربردیه و کار شما رو جلوتر میندازه. ممنون که ما رو تماشا میکنین، ممنون که لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، به من رویه میدین. خیلی دوستتون دارم. تا دیداری بعد، خدا نگهدار.